امروز 14 نوامبر سال روان در تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهر بختر با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان کنفرانسیای ولایتی علمی عملی تحت عنوان نقش پیشوای ملت در تحکیم استقلال و نموی تاجیکان برگزار گردید. در کار کنفرانسیا معاون رئیس ولایت ختلان فیروزه شریفی، دکان فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان خوجامرود سفرعلیزاده، معاون راهبر ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان فردوس خالقov، رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان جمشید سیدزاده و دیگر نمایندگان مقامات قدرتی اشتراک داشتند. سراول فیروزه شریفی معاون رئیس ولایت ختلان سخنرانی نموده تاکید داشت که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همساله در سراسر کشور عزیزمان 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کرده می شود. خدمت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تحکیم استقلالیت و آزادی، اتفاقی و اتحادی و تأمین زندگی شایسته مردم بنظیر است. برداشت ما از این کنفرانسیا یک جهان تأثیرات است که ما می توانیم با استفاده از همه اون عقیده هایی که در این کنفرانسیا بیان گردید در روند فعالیت خود استفاده بریم. در کنفرانسیا مذکور عاید دستاوردهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که با شرافت محض پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی نصیب مردممان گردید بیان گردید و واقعا هم این دستاوردهایی که امروز مردم تاجیک با شرافت پیشوای ملت نصیب گردیده است باعث تحسین است، باعث افتخار است که ما امروز تمام مردم سربلند تاجیکستان با شرافت فرزند فرزانه ملت در فضای صلح و امنیت و ثبات سرتاسری این چاره‌بینی ها را تجلیل می نماید. همزمان گفته شد که بزرگترین دستاورد این ملت که از اجلاسی تاریخی ابتدا گرفت و وقتی میلیون ها نفر تاجیکان دنیا فرزند با آر و ناموس، دلیر و جسور و دارای افتخار بلند ملی محترم امامعلی رحمان همچون سرور دولت به میدان سیاست آمد. در نتیجه عزم و تلاش و کوشش و پیکارهای بمثل این شخصیت برجسته تاریخی در یک مدت کوتاه مناقشه‌های داخلی خاتمه یافته، مردم سربلند کشور تحت راهبری پیشوای معظم ملت به کارهای آبادی و بنیادکاری کمر همت بستند که ما به این روز نیک و پرسعادت رسیدیم، ذکر داشت فیروزه شریفی. همچنین در این همایش دکان فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان خوجامرود سفرعلیزاده، معاون راهبر ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان فردوس خالقov، رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان جمشید سیدزاده و امیرشاه ختلانی عاید به نقش پیشوای ملت در زمان صاحب استقلالی سخنرانی نمودند. ضمن برآمدشان از کارنمایی‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان یادآور گردیده، اهل نشست را از صحنه‌های حساس و تقدیرساز ملت کهن‌بنیاد تاجیک خاطرنشان نمودند.